سلام خدمت دوستان عزیز، امین اسداللهی هستم و با یک قسمت دیگر ایتاک در خدمت شما هستم. امروز یک کیس خیلی خوب داریم از آقای دکتر نیما زرگر عزیز، دوست همکار جوونم، و آقای دکتر ابطحی عزیز از مشهد، نزدیکای خونه ما توی احمد آباد مشهد. در با ما در اصل همراهن. دکتر علیرضا جان، میخوای یک سلام علیک بکن که بعد بریم سراغ نیما و برنامه از کیسش. سلام خدمت شما استاد عزیز دکتر اسداللهی و دکتر زرگر عزیز و همراه خوب ایتاک. من امروز بریم که ببینیم که دکتر زرگر چی برامون آوردن دیگه، چه نیما آشی جان پختن. سلام میکنم به دکتر اسدالله عزیز و دکتر ابطحی عزیز و بینندگان ایتاک. خب بریم شروع کنیم. من فکر میکنم کم سن ترین و کم تجربه ترین حالا شرکت کننده ایتاک هستم. نه، خواهش حالا میکنم. کیسی که به ما مراجعه کرده، یه خانومی بودن با دندون چهار بالا. مشاهده میکنید پانورام پی ایش رو. یه زایه داشته، زایه بزرگ تقریبا، با یه سینوس ترکتی که به گفته خودشون 6 تا 7 سال درگیرش بودن، حالا بعد از درمان اندو و حالا هی درگیر مصرف آنتی بیوتیک بودن و خلاصه خیلی اذیت شده بودن. به دندون پزشکان مختلفی مراجعه کرده بودن. بهشون پیشنهاد شده بوده کشیده بشه دندون، اکثرا حالا پستوکور بشه، ریتریت بشه و غیره. من به بیمار توضیح دادم، حالا شرایط، بهش گفتم که باید درمان مجدد براتون انجام بشه، خب ریسک هایی داره، نمیدونیم اون تو چه خبره. به هر حال همه اینا رو برای بیمار مطرح کردم، گزینه‌های پیش رو براش گذاشتم، کشیدن و حتی اپیکارم براش مطرح کردم. سرانجام بیمار تصمیم گرفت که خب دندون رو تلاش کنیم که نگه داره. تصمیم گرفتیم که براش ریتریت و انجام بشه و ببینیم که درمان چه نتیجه خواهد داشت. جلسه اول خب رابردم رو بستیم. حالا تو اسلاید بعد فکر کنم مشاهده میکنید. پوسیدگی ها رو کامل برداشتم با کج دیتکتور کوبالت. تصمیم گرفتم جلسه اول کامل اختصاص بدم به ریتریت و حالا درگیر ادهزیوش نشم زیاد. متاسفانه یکی از کانال ها کلا کار نشده بود و یه لجی ایجاد شده بود که حالا تونستیم خدا رو شکر بایپسش کنیم و گرافی فاینال کارم فکر کنم تو اسلاید بعد میتونید مشاهده بکنید. این بعد از برداشت پوسیدگی و اینم اسلاید بعدی هم گرافی سینوس ترکتی که مشاهده میکنید و گرافی فاینال ریتید. اما جلسه دوم من به بیمار گفتم بذار یه ذره بگذره ببینیم در واقع داستان این اندو چی میشه. بهش گفتم یه هفته 10 روز بعد تشریف بیارن. چک کردیم خدا رو شکر، حالا سینوس ترکتشون گفتن برطرف شده کامل. متاسفانه عکس ندارم از نمای داخل دهانی، ولی خدا رو شکر برطرف شده بود و دیگه تصمیم گرفتیم که بایوبیس تکمیل کنیم و قالب بگیریم. رابردم بستیم تو جلسه دوم و شروع کردم به ساختن بایوبیس. چون که در واقع خیلی بیمار هایلی پلاین بودن و یه مقدار حالا بحث استتیک برام مهم بود، من در واقع ترجیح دادم که تراشم رو ببرم سمت وانلی و کامل سطح باکال رو کاور کنم. تراشم رو کامل کردم، IDS رو انجام دادیم. یک ریباند 3 میلیمتری در واقع به شکل یو توی پالچم قرار دادم. متاسفانه عکس بایوکس رو نداریم. دیکابل بیت تایم انجام دادم، رزین کوت و سپس کیورو گلیسرین و قالب گیری. بیمار رفتن و 2 هفته بعد تشریف بردن برای دلیوری و رابردم رو بستیم. ایزولیشن انجام شد، درایفیت چکین انجام شد و رفتیم برای پروسه ایستمنتیشن. در واقع رستوریشن اون یه رستوریشن کامپوزیتی هستش. ابتدا سن بلاس انجام دادیم روی هر هم بایو بیسمون هم در واقع رستوریشنمون، اسید اج و سایلند و باند و با کامپوزیت پرهیت سمان شد و سرانجام رابر رو باز کردیم و اجاست و کلوژن و فینیش و پالیش.
و نمای فایتینگ کار و نمای داخل دهانی و حالا فکر میکنم اسلاید بعدی هم با کالبیو و تمام. خب دست درد نکنه دیما جان، خواهش گذاشتی رو می‌کنم. دورتون دا. آره دیگه. واقعا واقعا 6 دقیقه شد که گفت. آره. فکر نمی‌کردم 6 دقیقه تموم بشه. آره واقعا گذاشتی رو دورتون. خب خواهش میخوایم می‌کنم. از همون اولش یکم صحبت کنیم از مورد خود کیس سلکشنه، خود اینها. علیرضا جان شما اگر که سوالی داری بگو، بعد من خودم هم میگم دیگه، دونه دونه بریم از کیس سلکشن بریم تا کارهایی که نیما جان انجام داده. نیما فقط اول یه چیز بپرسم، شما فارغ التحصیل چه سالی هستی؟ من 1403 تازه فارغ شدم. 1400. آره پس واقعا بله. جوانترین تازه چیز از هست. تنور دارم. وای وای من آره. 1386. چقدر من احساس پیری کردم، یعنی من از تو. آره خیلی خوب. دیگه نگ. خیلی خوب قبوله. افن که آفرین بهت، یعنی لطف اینا دیگه داریم. خارق العاده است. البته بگم ما به خودم فکر میکردم که اقتضای زمانه هم اینجوری شد، یعنی ما مگر که شاید این در زمانی که ما هم دانشجو بودیم و ما اندازه شماها دنبال یاد گرفتن و اینها بودیم، من فکر کنم که ما هم این کارا رو می‌کردیم. ولی واقعا آفرین بهت. تو سوالی که بپرسم، تو دانشگاه اصلا این پروسه ها رو کار کردین؟ یعنی اصلا تمرینی چیزی که دانشگاه به این شکل کار کردین؟ بله. آره. اتفاقا خوب شد که نه حالا توضیح میدم. خوب شد که حالا به این مسئله اشاره کردید. من خب توی دانشگاه به هر حال آدم مطالعه میکنه، میبینه که آقا مثلا این کامپوزیت هایی که دارم کار میکنم به هر حال روش اصولیش چی هستش. خب من از اونجا علاقمند شدم، فکر کنم سال 5 بودم علاقمند شدم حالا به در واقع درمان های بایومیمتیک. خودم یه سری مطالعه انجام دادم. اینجوری نبود که واقعا مثلا کسی یادمون بده رابردم چی هستن فلان بهمان. ما سر اندوش هم حالا اه، به زور میبستیم. یه خودم علاقمند شدم دنبالش رفتم، ست کلم رابردم خریدم. وقتی وارد کلینیک های دانشگاه شدیم خودم روی بیمار تمرین کردم. تقریبا همه کیس های ترمیم رو بستم واقعا. و حالا به کیس های دوستام هم کمک میکردم که حالا ببندن، تشویقشون میکردم. یه چیز در واقع خودجوش بود، نه اینکه حالا کسی یاد بده و اینا. بله. خیلی هم عالی. یعنی این که اول اینکه خب بالاخره همون که در دانشگاه هم همین حداقل جلوتون رو نگرفتن، خود شما میدونم جای جلوی بچه‌ها رو هم میگیرن، یعنی همین که حداقل جلو رو نگرفتن اینا گرفتن. خوبه. اینی که خودت هم میگرفتن. نه خیلی واقعا، حالا یه سری از استادا خیلی تشویق میکردن ولی خب یه سری واقعا نه خیلی. میگرفتن. آره. دیگه به خاطر دیده دیگه، اون دیده. حالا بله. بالاخره این به قول چیز دکتر سیدان بود فکر کنم یه بار گفته بود این مثل یک طوفان و سونامی میمونه که این ادهزیو همه رو میشوره، جمع میکنه میبره، و واقعیتش هم همینطوری شد. یعنی اینقدر الان یعنی این کاری که الان شما ارائه دادی، خب یه کاریه که حالا ایسه ایرادات من الان بهش میتونم بگیرم، ولی بر اساس اینکه شما سال 1403 یعنی امسال فارغ التحصیل شدی و این درمان رو داری میدی بیرون، از منی که متخصص ترمیم و سال 89 بورد گرفتم شما 10 پله جلوی. یعنی اینکه نکته اول. خب لطف داریم. ممنون. و خب این که اول دست درد نکنه و ایول به شما. همونقدر که تو کیست تو توضیح دادی من ازت تعریف کردم، این اولیش. حالا علی لطف رضا در داریم. مورد انتخاب کیس و اینا میخوای کم صحبت کنیم یا بریم دونه دونه بریم؟ آره، واسه سوال اول ترجیح من همون کیس سلکشن نیماست. که بله. اولا اینکه خب کیسی که انتخاب کردی، بحث حالا سینوسرکتی گفتی 6 ساله مونده، به هر حال یک ضایعه ای که موندگار بشه قاعدتا پروگنوز درمان خیلی ضعیف میکنه و بله. این پروگنوز چجوری با بیمار مطرح میکنی. به هر حال بحث هزینش هست، بحث چیزش هست. بعد دندونی که معمولا به این ساختار رسیده خیلی اصلا راضیان که بکشن، به خصوص بگی سینوسرکت هم داره، ویتریت هم. من خودم واقعا تو کلینیک کار میکنم، اکثر بیمارا حالا مثلا وسع مالی ضعیفی دارن، میگن که نه آقا بکش. اصلا وقتی بهش طرح درمان ارائه میدیم یا نه بکش، نمیخوام مثلا نگه نداریم. به خصوص که حالا شما رفتی سمت مثلا ادوانس ادهزیو واسه نگهداری دندون. مثلا اگه بخوام خودم به شخص تو کلینیک کار کنم سمت ادوانس ادهزیو نمیرم، میرم سمت مثلا پروسای مثلا ترادیشنال مثلا پروسوکور و این چیزا.
و این خب خیلی نکته میگم مثبتیه که شما زحمت کشیدی این کار انجام دادی. ولی میخوام چجوری بیمار این پروگنوز رو بهش توضیح دادی که انگار اوکی بود واسش؟ و سن بیمارت هم نگفتی، اینم بی زحمت بگو، چون توی حالا به نظر من طرح درمان و اینا یه مقدار تاثیر داره. بله، فکر کنم بیمار بین 30 تا 35 سال بودن. بله. و اینکه من اول خودم، حالا برای اینکه خب تازه کار هستم دیگه، خیلی تازه کار هستم، کیس سلکشن خیلی محدودی دارم برای پروسه های ادهزیو. خب من بیشتر به اورال هایجین بیمار اول سر نگاه میکنم. این مریضی بود که با اینکه حالا 35 سال سن داشت، حالا به دلیل درمان غلط روی این دندون، حالا به یه دلیلی این دندون به این وضع دچار شده بود. و خب دیدم واقعا وضعیت پوسیدگی های داخل دهانش خیلی خوب بود. بهش پیشنهاد دادم که اینو مثلا بکش. خب مثلا ممکنه ریتریت جواب نده، ممکنه حالا مثلا مجبور بشی به جراحی اپیکو و خب پروگنوز درمان پایینه همونجور که بقیه گفتن. ولی خب بیمار اصرار داشت که دندون رو بر طریقی که شده نگه داره. و خب منم به این راهو بهش پیشنهاد دادم و بهش واقعا توضیح دادم که ممکنه بعد این درمان مجبور بشی حتی خارج کنی دندونت رو. ولی خب ترجیح میداد که دندونش رو نگه داره. خب ما هم که یه ریسک واقعا بزرگی انجام دادیم و این درمان رو انجام دادیم. آره، این انتخاب کیسه، گرچه بهت بگم تو کاری که کردی باز حداقل چیزی که مثلا هست، البته گفتی که ریباند هم داخل کانال گذاشتی دیگه. آره بله بله بله. آره، اون ریباندی که آدم تو کانال میدونی، تا حالا ریباند رو کات کردیش؟ تا الان ریباند رو کات نکردی خیلی نه؟ کار نکنم، ولی میدونم خیلی سخته یه چیزی تو اصلا غیر مایه ممکنه فایبر این که پست. دیگه دندونه بله میره، یعنی نه مثل فایبر بله. پست. فایبر پست خیلی راحته، این اصلا شبیه خب فایبر دیگه پست سخت. نیست. چون اگه پروتکل باندش درست باشه اصلا این دیگه یعنی این دندون کاری که شما کردی از ارتوگریدش آخرین کاریه که انجام شده براش. حالا رتروگرید ممکنه کسی کاری بکنه، ولی دیگه ارتوگریدش یعنی از بالا از دیگه تمومه. چیز بله. تمومه کارش، کسی دیگه سیل کردی رفته. دیگه خب ولی خب البته بهت بگم این همون که شما اومدی، من اتفاقا که سوالم این بود که حالا این بیمار رو چقدر فرصت بهش میدی که بری سراغ درمان قطعی، که شما فرمودی فکر کنم 2 هفته صبر کردی اگه اشتباه نکنم. درست میگم؟ 10 روز بعد که ده. بیمار اومدن سینوس ترک میگفت خوب شد. مثلا تو این 6 7 سال هی خروج چرک داشتم، آنتی بیوتیک میخوردم، ولی بعد 10 روز میگفت خودش افتاد و تمام شد. میگفت تموم شد این قضیه. حالا بله نمیدونم این حرف رو چقدر این حرف علمیه، ولی من شاید اگر بله. بودم اینو یه تمپوراری قوی روش میذاشتم و یکم بیشتر صبر میکردم برای مطمئن شدن، چون این بالاخره دردسر زیاد. تو الان حداقل 4 سانت ریباندی گذاشتی اون تو، نمیدونم کلی زحمت و اینا. من اگر بودم شاید البته احتمالاً باید مشکل رفت شده باشه، ولی خب 10 روز معمولاً برای چک کردن پروگنوز اندو کمانه در نظر علیرضا بله. چیه. من اگه بودم نه شاید یه کمه به نظر من. آره یه تمپی مثل گلسی چیزی میذاشتم و وای میستادم، یکم به مریض میگفتم آقا برو واسه خودت دیگه، یکم صبر کنیم ببینیم که اوضاع چطور میشه و سری کانال رو قشنگ سیل میکردم. ولی خب انشالله که حالا اون از نظر مسئله ای نداره، چون اینا به رو دیگه نظر از کم تجربگی بذاریم پای کم تجربه. میدونی هر چقدر نیما جان آدم جلو میره یه مقدار محتاط تر هم هی میشه دیگه. خب یه مقدار آدم هی بله بله. محتاط میشه، یعنی بیمار روز اول که میاد که مثلا به شما میگه من آره دیگه من نگردم هر کار میکنم، من بازم همیشه چیز میکنم، یعنی صبر میکنم. مخصوصا من که اندو به خوبی، شما که اصلا هیچ وقت بلد نیستم انجام بدم، یه اندوی تمیز کردی که واقعا دم شما گرم. ولی خب این سینوس ترکته کلا شانس موفقیتش، یعنی بهترین کیسی که شما کار بکنی فکر کنم 70% اینا هست. نمیدونم من درست میگم یا نه، بالاخره شانس آره. موفقیت پایینتره دیگه تو ری اندو با سینوس ترکت. این اولین نکته. بعد نکته دوم، یه چیزی گفتی بیمار بهداشتش و اینا بد نبود و مثلا سطحش پوستگی اینا کم بود. اتفاقا بهت بگم خیلی هم اینطوری نبوده یعنی مریضه خیلی مریض خارق العاده نه ای نیستش. من الان تو گرافیات، چون من گرافیا رو کات دیدم. کردم. بله تو آره بایت وینگش هست. میدونی آدما رو
کی بهشون میگی ما های کریز ریسکن. های کریز ریسکن یعنی اینو میدونید تو کی تو این کاتگوری قرار میدیم. دو تا تقسیم بندی گنده تو این زمینه داریم، یکیش مال ADA، یکیش مال AAPD. در مورد این چیزی میدونیم ما کی مریضا رو میذاریم تو های ریسک؟ اه، فکر میکنم توی 6 ماه اخیر 2 تا پوسیدگی توی دهانشون باشه میشن های ریسک. علیرضا تو درسته یا ایده ای ماهش رو داری؟ نمیدونم دقیقاً ولی منم فکر میکنم توی نمیدونم 6 ماه یا 1 سال اخیر اگه پوسیدگی داشته باشن توی دستبندی های ریسک قرار میگیرن. یه همچین چیزی یادم حالا دقیق یادم نیست. اینو یه بار دیگه توی یکی از این برنامه‌ها هم گفتم دیگه، نگاه بیمارا رو میکنه زیر 6 سال بالای 6 سال. توی یکی از تقسیم بندی ها بله. میگه بیمار جدیدی که میاد پیش شما، یعنی بیمار جدیده، این بیماری که شما چیزی توی 2 سال اخیرش حتی یک دونه داشته باشه های ریسک میشه. توی اون یکی دیگه میگه که در 2 سال اخیرش اگر بیشتر از 3 تا پوسیدگی داشته باشه، 3 تا سطح پوسیدگی داشته باشه، های ریسک میشه. آدم بالای 6 سال این مریض داره، یعنی همین الان مزیال دیستال درست. پنجه های و ریسک مزیال بله. 6، پس این های ریسک. پس این هر کاری هم که براش تو بکنی، یکی از کارهایی که باید بکنی فالوآپ های خیلی زیاده دیگه. یعنی این مریض باید حداقل تا وقتی ریسکش کم میشه 3 ماه فالوآپ، 6 ماه بایت ازش بگیری. حالا این کامنت اولم فقط در مورد این که چون ما این قضیه رو کلا توی ایران نقص داریم، چون اصلا تو دانشگاه اینم که حرفی نمیزنیم مثلا در مورد فالوآپ و اینا اصلا ما حرفی نمیزنیم. ولی این اصلا انقدر موفقیت درمانا رو تغییر میده این فالوآپ کردنه. راستش رو بهت بگم برای چرخه مطبم خوبه. خب را صادقانه بهت بله. بگم برای چرخه مطبم خوب. بیمار که فالوآپ میکنه مشکلای کوچیک دیده میشه مشکلاتش و سریع حل میشه و درماناش هم موفق میشه. اینو خواستم فقط به عنوان کامنت اول بدم، حالا نمیدونم نظرتون چه هست. نه کاملا درسته، منم موافقم. البته یک چیزی رو من یه مقدار با نیما انگار چیز سرم این که این دندون مرحله آخرش این بود نهایتا یک دونه مثلا چه می‌دونم اگه بگیم مثلا جراحی گفتم من میخوام نگه دارم، شاید منم اگه جای نیما بودم اگر مثلا روند بهبودی رو میدیدم میرفتم سمت انگار رستوریشن نهایی. میگم شاید، چون وقتی که میبینم که دیگه مرحله آخر کار، به قول شما از نظر ارتوگرافی دیگه مرحله آخر کار ماست، رستوریشن نهایی زودتر بزنیم شاید بهتر بشه. نه من مشکلی با رستوریشن گذاشتنش ندارم یعنی اونو خیلی کار ندارم. الان فقط در مورد حالا که بیمار رفته، الان فقط میگم که این رو فالوآپش رو بگیر، یعنی حالا فالوآپش کن. این حتما. بعد فالوآپ ها خودش به خود آدم خیلی چیزا یاد میده. خب یعنی اینم هست. علیرضا جان سوال دیگه ای تو مراحل کار داری بگو، اگر نه بریم باز من بپرسم باز شما بپرس. سوال توی مراحل کار، اول از همه این که مرحله اول شما گفتی که جلسه اول من رابردم بستم و شروع کردم به ریندو اگه اشتباه نکنم. بله بله. بعد میخوام ببینم مثلا اون آی پی دی اس و این داستانا، مثلا دی ام ای و این داستانا رو انجام بدم. من خودم واقعیت بحث دندونایی که بخوام مجدد حالا اندو بشه، اول از همه ببینم پروگنوز تاچ چجوریه. یعنی اول ببینم میتونم مثلا دی ام ای کنم، مثلا چه آی پی دی اس یک ساختار مناسبی آیا دارم که مثلا من بیمارایی که ارجاع میدم متخصص اندو واسه مثلا اندو مجدد یا مثلا اندو انجام بشه همیشه دیگه میشناسن. حالا مثلا برام میگم دکتر حامدی زحمت اندو مجدد مثلا کیس های منو میکشه، قبلش میدونه کیس میاد پیش من، اول پروگنوز تاجیش رو مشخص میکنم، خودش هم خیلی راحت تره که مثلا پروگنوز تاجی مشخص کنم اگه دی ام ای لازم، باز مرحله اندوش راحت تر میشه اگه دی ام ای تو جلسه اول انجام بشه. بعد خب باز موفقیت درمان هم توی بحث ادهزیوش بهتر اگه شما این مراحل قبلش انجام بدی. حالا 10 روز بعد از اندو فکر میکنم تا حدی اثرات اون مواد مثلا شسته شدن و هیپوینا خونسا شده باشه، ولی خب میخواستم ببینم که چرا قبلش این کار رو انجام ندادی، پروگنوز تاجش رو مشخص نکردی. درست. خب تو گرافی اولیه که داشتم از بیمار، حالا یه فاصله در واقع مارجین پوسیدگیم تا لول استخوانی ذره بررسی کردم، تو داخل دهانی هم بررسی کردم. رابر رو بستم حقیقتا، اصلا به دلیل همین رابر ترمیمی بستم که در واقع پروسه آی پی دی اس هم انجام بدم. ولی وقتی کانالا رو خالی کردم متاسفانه دیدم که خب خیلی اندوی سخت‌تر از اون چیزی که فکر می‌کردم پیش رومه، که واقعا ترجیح دادم که حالا با اون سینوس ترکی که وجود داشت و خلاصه مشکلات اندو، ترجیح دادم یه ذره بیشتر وقت بدم. حالا
در واقع یه هزینه در واقع آی پی دی اس و اینا رو هم در واقع نذارم رو دست بیمار. ترجیح دادم که ولی ترجیح دادم یه مهلتی بدم ببینم پروگنوز این دو مثلا چه جوریه، جواب داده نداده. برای همین آی پی دی اس رو جلسه اول منصرف شدم. انگار خیلی به اندو مجددش خیلی امیدی نداشت، یعنی فکر می‌کردی شاید نشه انجام داد. آره ریسکش یه بالا لجای بوده. شدیدی بود که کلا اصلا ذهنم رو از در واقع پروسه رستوریتیوش دور کرد حقیقتا همین. درست. نیما به نظرم حق داشتی، یعنی که واقعیت قضیه اینه که در حالا ما یک دندون پزشکی واقع بینانه داریم، یه دندون پزشکی ایدئالگرا داریم دیگه. خب واقع بینانش اینه که این دندون پروگنوز اندویش خب خیلی واجب تره تا اون داستان، و اینکه شما بتونی اندوی خوبی انجام بدی. منم اگر که بودم اینو شاید تمیزش میکردم. ریشه که به نظر سیوبل میاد، فقط اینکه خب اون باید چیز باشه دیگه، باید فقط اون وضعیت، یعنی که از نظر تاجی به نظر میاد بشه جمعش کرد، ولی خب اون داستان چیز هست. سوالی که ازت دارم نیما جان، مزیال این چاره رو اومدی، آره من عکس چیزتون ندارم، دیپ مارجینتون ندارم، مزیال چاره معمولا یه فلوتی هست دیگه، یه تقعری هست که شبیه لوبیاش میکنه. اونجا رو چطوری جمعش میکنی با نوار؟ حالا ندارم این عکس دیگه که آره بتونی متاسفانه. بتونی دی ای میکنی، چون دی ای می کردی. من الان اینجا دارم تو توی گرافیک نهایی میبینم که بله بله. مزیالیستال دی ای می شده. من حقیقتا اینجا اگه الان، حالا این فکر کنم کیس مال 3-4 ماه پیشه، اگه الان بود اینو دی ام قطعا نمی‌کردم، چون دراورم قشنگ وایستاده و ایزولیشن هم اونقدر شاید مثلا تو دیستال درد نیم میل انجام میدادم ولی تو مزیال انجام نمیدادم. ولی نوارم رو فکر میکنم با یه وج نگه داشتم. اون لوبیایرم مشکلی فکر نکنم باش درسته، این به خاطر برخورد این کرده مشکل، باشم. آره مشکلی حالا نداشتی چون بالا بوده دیگه، این اصلا انقدر دندون بله بله بالا بالا بود، بوده اون چیزش اصلا که لازم نبود به اون آره فکر عملا لازمی نبوده دیگه. یعنی چون تو همون عکس اولی آره. که من داشتم دیدم بله یه همچین داستانی رو ما داشتیم. سیپین کریز میبینم در در مزیال بله. دندون پنجه. یکی از چیزهایی که حالا من خیلی خیلی سعی کردم همیشه توی همین چیزا هم صحبت بکنیم و اینا، همین دندونای مجاور چیزاست. یعنی میدونی وقتی همچین تخریبی میبینی، برای تویی که مثلا اول کاره و مثلا اول راهی رو داری، مثلا کارا رو خوب پیش میبری، عادت کردن به انجام دادن این درمانهای رزین فیلتریشن و اینا، واقعا هم از نظر اقتصادی، هم از نظر اخلاقی، هم از نظر درمانی، از دید من خیلی کار خوبی هست. یعنی همه چیز کاملا میتونه مثبت باشه هم برای بیمار. یعنی من اگه بودم اینجا حتما تکلیف اون دندون کناریه رو، حالا چه رستو میخواد چه رزین فیلتر میخواد، چون فکر نمی‌کنم نکردی، فکر کنم نه. نه متاسفم، اتفاقا فکرم بود که رزین فیلتریشن انجام بدم ولی خب کیتش رو حقیقتا اون موقع آره. فکر میکنم نداشتم. آره حالا چیز داره دیگه، همین بخوام دکتر اینام دارن تا داشته کوبالت گفته. بله دارم. حالا با مزگی این کوبالت، این رزین فیلترش این بود که خانم دکتر قبل از اینکه بسته بندیش بکنه من این کیتشو گرفتم ازش استفاده، یعنی قبل از اینکه مثلا 10 سال تو مطبم داشتم ولی پیدا نمیشد و حالا خلاصه خانم دکتر زحمت میدونی یه آفتی که نیما وجود داره در مورد درمانای اتزیف، همه رو با یک چوب زدن و با یک مسیر بردنه. میخوام بدونم ختم تراش باکالیت چقدر با لثه فاصله داشت؟ یعنی انگار مثل اوورلی شد یا مثل وانلی شد؟ چی شد دقیقاً باکالیت؟ تراشه من میگم عکس من بایو بیس هم متاسفانه ندارم، من نمیدونم چرا، آلیسه. ولی پرپ وانلی انجام دادم، یعنی عکس عکس فکر گینجیوا کنم بودن. دلیورش رو بذاری نمای نمیخواستم باکالش ریسک بهتر کنم. باشه دکتر. آره عکس آها نمای نمای باکالیت باکال دلیورش. چیز رو بذاریم باز اون آره این تراشش راست آزاره میگی. توی فریکانسی اینجا بهتر توضیح میده. آره یه کوچولو با لثه تقریبا خوبه. یعنی یه مشکلی که کلا تو 4 و 5 بالا هست، این استتیک باکالشونه. خیلی این استتیک باکالشون چلنجی هستن برای خودش، چون میدونی ما همیشه از نظر مثلا کاری و نشست و اینها دوست داریم که بعد زیرش کری درست نکردی. نه کور نیست، یعنی کاملا تخت درست کردی. نه همون فرم کاسپا رو داشتم ولی اینکه کور درست کنم نه. کور نداشت. آره تو علیرضا باشی اینا چیکار میکنی؟ همینجوری مثل اوورلی درست میکنی یا یه کور کوچیکی چیزی درست میکنی روی اینا؟ بستگی داره. اگر که خیلی تخریب شدید باشه، یک حالت کریتر باشه قشنگ رفته باشه تو هیچی، خیلی مثلا در واقع فقط داخلی داشته باشیم دیگه کورش نمیکنم.
ولی اگر که نه مثلا قشنگ ساختار داشته باشم اینا، شاید یک کمی حالت گنبدی ایجاد کنم واسه حالا چیزش. آره. ولی واسه یه تراشم و واقعیتش منم خیلی چالش دارم تو 4 و 5 بالا به خصوص استتیک. یعنی اگر حس کنم ریسک این هستش که رستوریشن هم نکنه، به خصوص مثلا بعضی بیمارا هستن حس میکنی رنگ دندوناش هیچ جوره در نمیاد، با هر مثلا نگاه میکنی میگی خب این آدوه، قطعا آدوه، ولی بعد که تحویل میدی ای بابا این لاین مثلا چیز اون اختلاف اوورلی مثلا با دندون واضحه با اینکه جفتش آدوه. ولی میگم تو بیماری این مدلی که حس کنم این شکلیه، منم ترجیح میدم برم سمت وانلی و خیلی سمت اوورلی نرم. استتیک خیلی مهم میشه تو این داستان. آره، تو 4 و 5 بالا 4 پایین اینها معمولا کسایی که میره باتمون رو داریم انجام میدیم. باید اینو در نظر بگیریم که معمولا 4 و 5 بالا باکال رو باید ختم تراش تا نزدیک لثه ببریم. نکن باز این همون داستان ایدئاله و واقع گراییه دیگه. خب استتیک معمولا میگیره آدمو دیگه، یعنی آدمو گیر میندازه. یه چیز دیگه هم که در مورد این پرمولر را بگم، پرمولره اگر که فرم آناتومیش رو، حالا من اینجوری میخوام بگم، اگه فرمت آناتومیش تا یه حد زیادی دیگه کامل از دست رفته بود، بد نیست. حتی ما مقاله چیزم داریم دیگه، مقاله هم تو همین داستان داریم که واسه اینا بد نیست برای اینکه نشستش رو مطمئن باشیم یه کره کوچیک براش درست کنیم. درسته یکم استرس اینجا بالا میره و اینها، ولی اون کره مسیر کسی که زیاد کار این دایره کرده باشه میفهمه دیگه. ما بهترین کار دنیا رو هم بکنیم شیمیش، ولی اون درست نشینه سر جاش لغ تو پرمولرا. من یه با مزه بگم یه دفعه بود یه بیزه اومده بود، بس گفت کرانش این شکلیه. بعد در نهایت فهمیدم بنده خدا دکتر آنلیر رو سراتا با کالینگوالی چسبونده، چون دقیقاً کفش صاف بوده اصلا از اون ور چسبونده. آره من پی اف ام با کالینگوال هم دیدم، چه برسه به آنلی. یعنی از این داستان. اینجور داستان ها که هست. بعد بپرس علیرضا جان، اگه سوال داری بپرس، که اگه نه باز من میپرسم. من دیگه میخوام برم سمت پروتکل سمان و باندش و حالا انتخاب جنس رستوریشنش هم واسه من سوال بود. جنس رستوریشن و حالا این نوعی تلاشش هم که گفت به سمت یه مقدار وانلی رفته، خب این توضیح داد، ولی جنسش رو چجوری رفت سمت کامپوزیت، علتش چی بود و اینو به ما توضیح بدید. خب به بیمار من مطرح کردم که میتونم هم سرامیکی برات استفاده کنیم هم کامپوزیتی. حالا قیمتاش به این صورت دیگه یه مقدار به دلیل شرط مالی ترجیح دادن کامپوزیتی باشه. وگرنه چون من ریج مینایی مناسبی داشتم، یعنی حتی سرامیکی میتونست گزینه بهتری هم برام باشه از نظر باند دندون. حالا بحث باندش و اینا حالا اگر که بذاریم کنار، من خودم واسه یه بحث دندونایی که حالا اندو میشه سعی میکنم برم سمت حالا رستوریشن سرامیکی. ولی خب یه نکته خیلی مهم، این دندون به خصوص حالا وقتی که شما دیگه به قول دکتر اسداللهی با اون ریباند گذاشتی و سیل شد دیگه، عملا شما ارتوگرید دیگه نمیتونی به این دندون چیز کنی. کامپوزیتی خیلی چیز نداره. مثلا کامپوزیتی توجیهی که داره واسه زمانایی که حس میکنی ممکنه اندو مجدد بخواد. مثلا کیسایی که ممکنه بعدن اندو بخواد یا اندو مجدد بخواد، مثلا با دکتر حامدی صحبت می‌کردم میگفت سمت کامپوزیتی بزنین اکسسش اینا بعدن خیلی راحت تره تا یک رستوریشن سرامیکی که مثلا کیسایی که بعضا خیلی نزدیکه مثلا پالپه. من اینا خب کامپوزیتی، در واقع کامپوزیتی که من هیبرید کار میکنم، هیبرید سرامیک کار میکنم، ولی تلاشش تقریبا مشابه کامپوزیت میشه و خیلی راحت‌تر انگار تلاش میخوره واسه اینکه حالا یه وقتی مثلا بعداً بخواد اندویی بشه یا اندو مجددی بشه یا هر چیزی. آره. البته بحث مالی هم خب خیلی نکته مهمیه، یعنی بعضی موقع‌ها اون مالیه تعیین کننده است واقعا. آره در مورد درای فیت که گفتی، من چون در مورد رستوریشن کاملا با حرف علیرضا موافقم و کاملا درک میکنم، هست اینا رو دیگه در موردش خیلی صحبتی نمیکنم. کل آن لغای کامپوزیتی ها اینا به خاطر اینکه از نظر هزینه‌ای خیلی بیماره، ولی یه نکته که هست اینا چیز دارن دیگه، اینا بالک فرکچر دارن، یعنی شکست اینها معمولا بالکیه و اگه خواستی اینو کار کنی چند تا چیز مریض حتما داشته باشه که اینا رو کار کنیم. یکی اینکه اوکلوژنش رو چک کنیم که مخصوصا تو حرکات طرفی ما دیسکلوژن خلفی داشته باشیم.
حالا هر چقدر که شده، حتی یک کم هم داشته باشیم، یعنی دندون، یعنی ترجمهش که دندون کانین رایز باشه و اینکه باز دیسکلوژن، یعنی تو حرکت انتریور گایدنس بیمارمون هم درست باشه. این دوتا رو اگر که حل باشه، اینجا استرسی که وارد میشه از نظر دور بودنش به مفصل گیجگاهی فکی مثلا از دندون 7 خب خیلی بهتره دیگه، ولی از نظر منظر دیگه خب بالاخره سرامیک، ولی خب اون هزینه و اینا هم که فکر می‌کنم فاکتور مهمی ان دیگه رو دندونی که خیلی تکلیف اندویی 100% هم نداره دیگه، که حالا مثلا بگیم حتما چیز هستش. این درای فیتی که گفتی چک میکنی، دقیقا چک کردن تو به من میگی نیما، تو درای فیتت چجوریه؟ بعد کلا چک کردن تو من بگو کرانت آنلت چجوری چک میکنی؟ خب قبل از اینکه رابردم ببندم چک میکنم، میذارم اکسیژنش. حالا اگه اکسیژنش یکم بلند باشه که تو این کیس هم همینجور بود، ادجاست کمی لازم داشتم، اونو بعد از سمنتیشن انجام میدم. دیگه کانتکتامو چک کردم و همین. و دیدم خب حالا تطابق برای خیلی خوبی داشت. فقط برای اینکه میکنی، چرا بعد از رابردن بستن چک نمیکنی؟ یعنی خب درافیت، یعنی عملا که وقتی قبل از اینکه بخواد رابر اینا ببنده چک. بله. خب وقتی که رابردن میبندیم یه مقدار دندونا فکر میکنم به دلیل نیروی کلم رابردن یه شیفت مزیالی فکر میکنم پیدا میکنن. اون کانتکتی که قبل از رابردن بستن داریم خیلی به واقعیت نزدیکه تا اینکه وقتی رابر رو بستیم کانتکت اون رو با اون چک کنیم. بهتر اینه که قبل از درست. اینکه رابر رو ببندیم چک کنیم. آره اینه واقعا یک معضلی هست دیگه، یعنی یک معضلی که برای سمنتیشن آنله ها هست، یه معضلش همینه که آدم بعضی موقع هم گیرش میفته و باید خیلی اینو مد نظرش داشته باشه که دقیقا همین کاری که تو گفتی، یعنی اگر که درای فیتش رو چک کنی، باهاش راضی بشی، بعد تحویلش دادی با رابردن، اون موقع دیگه باهاش دستکاریش نکنی چون خیلی ریسکی میشه دیگه، چون اونجا حتما همه چی بعداً باز به هم میریزه. البته تو کیس تو چون موقع تحویلت فکر کنم چیز شد، موقع تحویلت فاصله دندونت با چیز زیاد بوده، آره 6، این نباید خیلی شاید اینجا برای تو مشکل ایجاد کرده، ولی آره، ولی خب کار خوبیه، کار منطقی و معقولی این داستان چیز هست. و خدمتتون عرض کنم که حالا اگه این مریضه به تو میگفتش که آقا من هیچ مشکل هضمه‌ای و اینا ندارم و هر کاری دوست داری بکن و تمام دندونامو مثلا درست بکن و اینا، میخوام بگم توالی نه مثلا همچین چیز دیگه مریض اینجوری هم میشه ها، یعنی نیما بعد از یه مدتی 4-5 سال مطب داری و این شکلی کار کردن، مریضای تو اینجوری خواهند شد، یعنی میگن آقا یه کاری بهترین کاری که میشه. توالی درمانی درست واسه کل دهانش چی بود اون موقع اینجا؟ یعنی کوادرانتش یا آره این فقط کوادران، آره دندونای دیگه‌اش که من نمیبینم، کوادرانش چی بود؟ خب خب اگه مشکل هزینه ای نداشتن، اگه واقعا همون مثلا میخواستم حالا یه مقدار با تجربه تر کار کنم، یه مقدار فاصله میدادم بین در واقع درمان نهاییم با اندوم که از اندوم مطمئن بشم و بعدش برای این دندون یه رستوریشن سرامیکی میذاشتم و همینجور قبل اینکه رستوریشن رو بذارم در تو همون جلسه بایو بیس دندون 5 بهش میرسیدم حتما، که هم دیستالش پوسیدگی داشت هم ازیالش رو رزینی فیلتر میکردم و این توالین بودی. آره الان دیستال 5 مزیال 6. میدونی بله ما معمولا میگم وقتی چیزا رو معمولا نمیبینی دیگه، خیلی به چشمون بله نمیاد، بعد میخوایم بریم سریع همون کارا رو، ولی اگر من خودم تو همین سیستم که آنلاین رو داره مزیال 5 پوست واقعیتش بگم اینه که بهداشت اول از اون فکر می‌کنم جرمگیری لازمه، چون من بین 6 هفته پایینش یه کمی کلکولوس می‌بینم تو بایت، اینکه یعنی اول جرمگیری آموزش بهداشت رو بهش مید، فلورای تراپی ارینگ یا اوینگ ارتودنسی مینداختین، این باز میشد، بعد تو جلسه بعد رزین فیلتر می‌کردیم اینجا. ولی من فقط مزیال 5 رزین فیلتر می‌کردم، اون ناحیه رو ترجیح میدادم با فلورای تراپی و آموزش بهداشت و نخاینا، چون من خودم مشابه این کریز داشتم و با نخ دندون صرفا فلورای تراپی چیز شده، ارست شده پوسیدگیش. یعنی روال درمانی من اینه. پس تو هم اول تکلیف اون ناحیه پوسیدگی ها اینا رو تا یه حد زیادی مشخص میکردی نکن. آره من اگر باشم همون ما یک فازای درمان داریم دیگه، ما یه فاز درمان داریم
که اون فاز مثلا این هم از اون چیزایی که ما یه مقداری کم داریم. مثلا اون درمان جامعه ها میخوان که یکم این چیزها رو کاور بکنن، ولی نمیدونم زمان ما که نمیکردن، نمیدونم الان چطوره تو دانشگاه روندشون. الان هم نمیکنن، زمان ما هم نمیکردن، یعنی خیلی نمیکردن. بیشتر مثلا در درمان خیلی وسیعه. مثلا این کیس این مدلی رو ما هیچ وقت بحث نمیکنیم. یه کیسی که مثلا یه دندون اندویی داره، یه دندون مثلا فلان داره، یکی نداره کلا، بعد کیس های این مدلی رو بحث میکنیم. کیس های این مدلی با اینکه خیلی خیلی کیس های مهمیه، شاید زیاد بیان پیش ما به مرور زمان که حالا بهداشت مریضامون بهتر بشه، ولی بحث نمیشه واقعیتش، یعنی همچین روالی رو ما نداریم. ما دیگه ما یه فازای درمان داریم دیگه، همونطور که در از دکتر ابتهی عزیز علیزاده عزیز گفت، ما اون فاز دیزیز کنترلمون حتما باید تو فاز اول باشه دیگه. خب فاز دیزیز کنترل میشه همین داستانی که بیمار جرمگیری بکنه. بعد دیگه تکلیف دیزیز کنترل یعنی که اون پوسیدگی های حجم پوسیدگی کم بشه تا اینکه بیمار رو بتونیم براش در از درمان چیز انجام بدیم. حالا من نمیدونم اشتباه میبینم یا درست میبینم، توی یه مزده خب همچین چیزی حس میکنم، حالا اینو باید عکس رو دقیق‌تر ببینم. ولی حواسمون هم باشه اون چیزی که دیدگی تا یک سوم خارجی عاج فیلتر بکنیم این شرط لازمه ولی شرط کافی من بودم. اینو میدادم جرمگیریش که انجام میشد انجام میدادم، در حال یاد میدادم انجام بدم. بعد می آوردمش این اندوشو میفرستادم. منم نمیرفتم سراغ شاید آی پی دی اس این خب، چون این منم از میخوام در مورد من روند تر درمان برام خیلی همچین مهمه. خب روندش، چون ما یه کاری رو فقط میدونیم، ما نباید ببینیم، باید ببینیم که مریض لانگ ترم چه اتفاقی براش میفته. و مریضی هم که میاد این کار رو انجام میده معمولا کار دیگر هم انجام میده، یعنی آدم چیزی نیست، آدم خوبیه در این زمینه. من بودم مثلا میومدم میفرستادم ریندوش انجام میشد، یه تمپ خوب براش میذاشتم مثل گلسی که کاملا کاور بکنه سر کانالو. اون موقع بین دو تا دندون رو باز میکردم، چک میکردم، مشکل داشت ترمیمش رو انجام میدادم، نداشت رزینش میکردم. در ضمن چیزی که شما گفتی علیرضا جان، ما فلوراید و اینا رو داریم به عنوان یکی از پروتکل‌های کمک کننده برای کاهش چیز، ولی هر چقدر که این چیزی که شما میگی در پوسیدگی های RA1 و نهایتا RA2 جواب میده، یعنی پوسیدگی که قطعا فقط محدود به مینا. خب یعنی واسه پوسته‌ای که وارد آج شده خیلی خیلی کم میشه. یه مقاله هم داریم در این زمینه که کلا فلوراید چقدر روی سطح رو میتونه تاثیر بیشتر روی پوستگی آریوان، این سطحی که نیمه انامل به داخل تره بیرون تره کمک میکنه خیلی. برای هم بینشو باز میکردم ببینم که اون ترمیم میخواد یا رزین میخواد، اونو کلکشو میکندم و بعد تازه میافتادم به جون اون آنلهه. میدونم شاید گفتم در دنیای ایدئال پرسیدم که بیمارمون همه چیزو به حرفمون گوش میکنه، چون این اتفاق برات میفته. خب به این اتفاق در کلینیک نمیفته احتمالاً، ولی وقتی که میری مطب خودت بیمارای خودت میشن، نسل دوم، من میگم نسل دوم سوم مریضات که میان معمولا این اتفاق براشون میفته که میگن دکتر دیگه میسپرن، میگن که این کاری که شما میگید همین رو انجام بدیم. عزیز جان سوالی اگه داری باز در مورد فکر کنم باند میخواستی بپرسی، اگه میخوام اونو بپرسی. آره، من پروتکل سمان باندش رو میخواستم بپرسم ببینم چی جوری بوده و اینکه بعد یک سوال ها تو پروتکل که توضیح میدی زحمت چیزی هم بگو که این تو کلینیک فکر کنم گفتی کار کردیم، هم لایت کیوری که استفاده کردی چه جوری بوده، چون گفتی با کامپوزیت پرهیت کار کردی، اینم بی زحمت توضیح بده. خب لایت کیورای همین فوت پیکر و اینا هستش، همین بکنم نسل دوم میشه. پروتکل باندم هم باند حالا خودم تهیه کردم، هم اینا رو اس ای باند بوده. برای آی دی اس استفاده کردم، برای سمنتیشن هم کامپوزیت پرهیت استفاده کردم و دیگه چی بگم، هر چی دستور بدید. استیباندو گفتی همه چی بسته دیگه، من دیگه حرفی ندارم. دکتر اصلا که دست دارن دیگه. نه من یه چیزی بگم، اشکال نداره بپرسم نیما تو کلینیک از این بیمار واسه اگه اشکال نداره اگه اشکال داره ما نگفتی هم مهم است، واسه این آنله بیمار رو بدون اندوش چقدر شارژ کردیم برای پروتزه برای رستوش؟ بله اگه اشکال نداره. حقیقتش این بیمار نه خواهش میکنم، این بیمار یه بیماری بود که حالا
یکی از اون آشناهام به من قسمتایی که اجازه زیر داد میزی گفت گرفتی و نگو، اون نه قسمتی که کلیدی گرفته رو بگو. نه واقعا خداییشو بگم، خب حالا مثلا واقعا اینو دلی انجام دادم، خدایی دارم میگم. یا اصلا یعنی بیشتر یعنی کیسایی که انجام میدم برای یادگیریه، یعنی با این کارهای ادوانس ادهزیو خودم انجام میدم، یعنی اون روزمو میسازه. یعنی آره. اینجوری، یعنی واقعا هزینه این که برای خودم بمونه نموند واقعا حقیقتش بگم. آره. چون که خب بیمارم آشنا بود تقریبا. حالا من یه چیزی بگم بهت، من یه خواهشی میخوام ازت بکنم، چون این کاری که تو داری میکنی از 95% آدمای دیگه ای که دارن کار میکنن خب بهتر داری کار میکنی. خب دیگه این خیلی ممنون. کارو نکن. خب قشنگ بشین. میدونی آخه این آفت ادهزیوه، آفت ادهزیو. ما حساب نکرد اینو برای چی؟ برای که دوست دارم و اینا میگم. خب آفت ادهزیو حساب کتاب نکردنشه. تو وقتی حساب کتاب نکنی بعد ته ماه میبینی که تویی که این همه زحمت میکشی و فلان، درسته حس خوب میگیری و اینا، خیلی مهمه آدم حس خوب از کار بگیره، ولی میبینی ته ماه دریافتی تو شده ایکس تومن، بغل دستیت که داره 16 تا دندون رو با هم دیگه اندو میکنه و یه پستی درست میکنه و اینها، اون شده ایکس ضرب 5. خب بعد با خودت میگه ای بابا عجب من کاری کردم فلان، در حالی که ذات اتزیو باید، یعنی این یکی از چیزاست که باید جا بیفته. یعنی این من یکی از رسالت‌های خودم توی این برنامه میدونم که این رو جا بندازم که درمان اتزیو باید هزینهش گرفته بشه. الان تو ریباند هزینه، شما ریباندی که تو کانال گذاشتی حداقل 3-4 سانته و کل پروسه اون دفعه من باندینگ رو حساب کردم، شما 200 تومن هزینه در اصل یه قطره باندینگ تو دادی. بعد یه خدمت عرض کنم که کامپوزیت کورادی APX استفاده کردی و نمیدونم. آره رحم کن به خودت، رحم کن این کارا رو میکنی. این از نیروی راههاییه. جوانی استفاده میکنه. نه خوبه، نکن. یه حرفی زد گفت من میخوام خوب یاد بگیرم بهتر دقیقا. بشم، خوبه، ولی اشکال نداره. یعنی این کارا رو خب همه ما کردیم که چیز بشه و اینا، ولی خب دیگه باید آدم اگر میگم، چون وقتی شما آدم یکی از رضایتایی که به دست میاره توی کار، این رضایت اینه که از نظر مالی این کام درست داشته باشه دیگه. این کارا باید بپذیریم که سخت‌تر، کوتاه سخت‌ترن و چیزن، و از طرف دیگه باید هزینه درستش از بیمار بگیریم، وگرنه که خودت نارضایتی برات ایجاد میشه. چند وقت بعد میگی بابا حسن و حسین و محمد و تقی پست و خورد درست میکنن، اینجوری من این کار میکنم اونجوری. خب و این اتفاق نیفته. در نهایت فکر میکنم که خودت هم میدونی که یک کمی به خاطر اون در اصل دی ام ای که شاید در دیستالش نیاز نداشت، حالا مزیارش رو نمیدونم، ولی حس میکنم یه کوچولو من یه تغییری توی چیز میبینم که حالا آره من با کانتور حالا خیلی چیز نمیکنم، ولی دمت گرم، خیلی عالی و خیلی خوب بود. و این جلسه هم تقریبا فکر کنم 1 ساعت شد و خیلی طولانی‌ترش هم نمیخوام بکنم. اگر علیزا جان سوال دیگه داری بگو، اگر نه نیما جان بگو و رپیت اپ کنیم و جمعش کنیم. ولی واقعا کیف کرد، واقعا. یعنی اینی که یک نفر امسال فارغ التحصیل بشه بره اسکیبان بخره، اون چیزو در اصل کیز تکتور رو بزنه، رابر رو ببنده و همه کارا رو بکنه، تعریف کن، جمعش کنیم، جمع کنیم دست. آره واقعا منم لذت بردم. کیس خیلی خوبی بود. نیک و این داستانه داره، ولی اینجوری که نیما کار کرد و به قول شما حالا با این وضعیت خیلی سخت، من خودم بودم دیگه تو شرایط، حالا اوایلی که آدم شروع کنه به کار کردن خیلی بحث مالی نداره، به خصوص کلینیکی کار میکنه که دیگه افتضاح تر از همه چی، بعد بیای از جیب شخصی هزینه کنی و این مواد و وسایل واسه کیفیت درمان بیمارت بگیری، خیلی خیلی ارزشمنده. یا هر مدلی که بخوای کار کنی، این یعنی شما اون بحث قسمی که خورده رو کاملا بهش پایبندی که بهترین درمانی که میشه واسه بیمارت انجام بدی. این خیلی بحث ارزشمندی از لحاظ اخلاقی، ولی از لحاظ اقتصادی من تقریبا با شما موافقم دکتر اسداللهی که به مرور زمان یک مقدار تأثیر میذاره. هر چقدر من خودم اولش میگم اوه مثلا این کیفی، مثلا من خیلی کار میکنم با این درمانا، هر چقدرم که بخواد چیز بشه و اینا، مثلا اون حس خوبی که واسه من داشت ارجحیت داشت، ولی به مرور زمان کم کم یه حالت دلسردی ایجاد میشه توی آدم که میگه ای بابا مثلا چه میدونم چرا من دارم اینقدر، یعنی کم کم به چیزای کوچولو ایراد میگیره، چرا بیمار قد نمیدونه، چرا مثلا حالا بحث مالیش و اینا اصلا کلا بذاری کنار، کم کم یک چیزای این مدلی ایجاد میشه. من خودم وقتی این مدلی میشه بیمار بعضی موقع خب میام مثلا میگم مشکل مالی دارم، چه میدونم
مثلا تخفیف بده، میگم اوکی من تا این حد تخفیف میدم، از این بیشتر از من نخواه، بذار اون حس خوب کاری که من میکنم توی من بمونه. این کم کم دل سردیش واسه من ایجاد میشه. بعد ممکنه خدای نکرده بعدها من به این فکر کنم که کیفیت کارم بیارم پایین و مشکلات بعدی که ایجاد میشه، و بذار همین شکلی اون کیفیتت بالا بمونه با حالا این چیزی که این خط و مرزایی که مشخص میکنی واسه خودت. وگرنه واقعا عالی بود، من که لذت بردم و میگم منم جرئت نمیکنم چین کیسایی یا تو کلینیک کار کنم واقعیتش. دست مریضا رو نیما جان دستی و مرسی دیگه، من خسته نباشید و زنده باشید. فعلا خدا نگهدار. خسته نباشید. خدا نگهدارتون. خیلی ممنون.